امروزها اهل هنر و صنعتکاران شکر میگوییم که در تاجیکستان عزیز ما وحدت پایدار است. امروز دویمین کنسرتی حساباتی برادران لطفالله جان و صدرالله جان حاجی مراد فارو وقتی که از رادیو ایس من شنیدم بسیار شاد گشتم. دو برادر علاقه در جاده صنعت مکتبی مخصوصی ایجادکاری خودش را پیدا کرده است و امروز من با جاده صنعت همچون استاد احترام دارم. هر دو شاگردانم، هر دو فرزندم به راه سفید طلب میکنم از خداوند هر دو دائم کارشان ساز باشد، پسند مردم باشند، چهره هنر به همین درجه و همین قدر مهنت کردن. من دعا میکنم که مکتبی که مخصوصی مکتب خودشون را پیدا کردن، این مکتبی عمر شش مقام برین، عمر آب برین، مکتب ابدی باشد، مکتبی دل و پیوندی دعای پدر و مادر را گرفتن، دعای استاد را گرفتن. آرزو میکنم که از این هم چهره‌های بلندی تاجیکستان عزیز، از تاجیکستان بیرون دیگر دولت‌هایی که ما را احترام صنعت تاجیک را پسند میکنن بالاتر بلند پرواز شوند. سلامت باشند به هر دوی برادران. من میخواهم که کیفیت خوب امروز به فکرم مردم علاقه از بیرون معلوم است که اینقدر انتظار تماشا کردن کنسرت دو برادران. آرزو میکنیم دعای مردم شاید مستجاب می شود که با 10 ساله ها 100 ساله ها شبای ایجاده رو ما در همین قصر فرهنگ ما تماشا کنیم. سلامت باشید. برای کار هر دوتون برای کار میخواهم. سلامت باشتون. من پدر لطفالله جان و صدرالله جان میباشم. از بین پسران لطفالله جان این سیوم فرزند ما، صدرالله این چهارم. از خوردیش من بسیار اعتبار داده گشتم. از صنعت نزدیک بود. خدا بشکر که به همین صنعت قدم مانده آمده است. مخلص‌های زیاد داشته است. من لطفالله جان حاضر به استادی من شما محبت فاتح باش سلیم عبدالرقیب جان محمد نظرов استادی بسیار صنعت‌شناس میباشد. نصیحتی پدر و فرزندان: ای پسر با مردمان خوشحالی کن در هر قدم، مونس و همدم شو و همراهی کن در هر قدم. آن کس را دوست دان که یاری جان گردد تو را و از بدان پرهیز خود آگاهی کن در هر قدم. این نصیحت. علم و صنعت پیشه کن، ناقص نشو گولی مکن، بعد من جان پدر سلطانی کن در هر قدم. صدرالله جانم آواز قشره داره، بسیار آواز قشره داره. شما شما منم صحنه کرده بند شده ماندید، اینو یک درجه همین ایجاد کرده بند شدن شما با موفقیت. من از آدمای اومدنشم معلوم شده است مخلص بسیار دارید. شما دعا میکنم خدا فیض را بوندید، آمده کارتون نتیاد. ناس پیشواز گرد همه خلق شما را خرسکاش کرده، گلا کرده. من افتخار کردم هم تو نگاه کردشینم عبدالرقیب جان کرده قطعی استازت کرده. افتخار کنیم که ما همه خیر فرزندای خوب داریم، فرزندای صنعتکارای عالی درجه داریم انشالله. خداوند ایلان برای کارتون نتیاد و مخلصای بسیار کرده کنسرتتون با فیض ربانی داد. الله اکبر. شکر. بحری مخلصان امروز سرای شعر و سرودها آورده ما الهامی تازه بخشم بر شما. امروز برای یار و دوستان و نوجوانان گروهی بر
خوشبختی بود بازم تازه